مقامات ولایت سوخت از بازداشت خیرالله میرسعیدوف، روزنامه‌نگار مستقل و رهبر KVN محفل حاضر جوابان تاجیک و علیه او باز شدن پرونده جنایی اظهار تأسف میکنند و میگویند جانبداری تا به اینجا کشیده شدن قضیه او نبودند. این نکته را مقامات حکومت ولایت سوخت در ملاقات با رئیس سازمان ننسمید نورالدین قرشبایف که در ارتباط به قضیه میرسعیدوف در شهر خوجند قرار دارد ذکر کردند. مقامات دادستانی ولایت سوخت و وکیلان مدافع خیرالله سعیدوف همچنان با سبب مخفی شدن پرونده از شرح جریان تحقیقات خودداری میکنند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 26 دکبر از شهر خوجند به رادیو آزادی گفت به خاطر روشنی بخشیدن به قضیه خیرالله میرسعیدوف در خوجند با مقامات حکومت ولایت سوخت دیدار و گفتگو کرده است. به قول نورالدین قرشبایف مقامات ولایت سوخت جانبدار تابش سیاسی گرفتن قضیه مذکور نیستند و این مسئله مربوط به محاسبات پولی بوده، فشار به مطبوعات نمی باشد. در رابطه به اینکه چرا جریان تفتیشات پرونده خیرالله میرسعیدوف از جانب دادستانی ولایت مخفی کرده شد و علیه او با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی، محلگرایی و یا دینی پرونده باز شده است، جناب قرشبایف میگوید که این سالها به دادستانی ولایت مربوط هستند و در ملاقات با دادستان و وکیلان مدافع بررسی خواهد شد. و افزود هدف اصلی آشنایی با جریان تحقیقات قضیه خیرالله میرسعیدوف رسانیدن کمک حقوقی می باشد. نورالدین قرشبایف افزود همچنان در نظر دارد برای روشنی بخشیدن به جریان تفتیشات قضیه میرسعیدوف یک گروه کاری از حساب ژورنالیستان ولایت را تأسیس دهد. تا زمانی که این گزارش آماده میشد با نظرداشت برگزاری یک جلسه دادستانی ولایت سوخت، ملاقات نورالدین قرشبایف با مسئولان این نهاد به روز دیگر گذاشته شد و وکیلان مدافع خیرالله میرسعیدوف نیز هنوز از خود درک ندادند. در همین حال حبیب الله میرسعیدوف پدر خیرالله میرسعیدوف روز 26 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تقریبا از بازداشت فرزندش یک ماه میگذرد ولی او را ندیده است و هیچ گونه ملاقات نکرده است. خیرالله میرسعیدوف روز 5 دکبر برای صحبت به بینای دادستانی ولایت سوخت دعوت شد و همان روز بازداشت گردید. روز 8 دکبر از جانب مقامات تفتیشاتی او برای نقض 4 بند کادکس جنایی تاجیکستان از جمله برای از آن خودکنی یا اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی، ساختکاری، تیار کردن یا به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت، مکافات دولتی، شتم مهر به بلانک‌های قلبکی و دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ، گمان بر اعلان شد.